در کوچه باغ ادبیات. شعری را میشنویم از کتاب کولوار اندیشه ها اثر استاد صبحی جوهری زاده. پروردگارا شکرانه گوید گردانی ما را، پر نور سازی کاشانه دل، از ما برانی کین و ریا را. شاه دو عالم تنها تویی تو، بینی برابر شاه و گدا را. ای قاضی حق، ای ذات مطلق، بخشای از ما جرم و خطا را. با یاد رویت زار و نزاریم، یا کردگارا یا کردگارا. هستم یا رب عاجزتر از مور، نتوان تحمل کردن جزا را. لطف تو بی حد ای یار مشفق، جز تو نباشد حاجت برا را. صبح بنالد بر درگه تو، کرده شعارش صدق و وفا را. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org